پلیس ملی افغانستان برای تأمین امنیت هموطنان خود در هر گوشه و کنار این سرزمین مصروف خدمتگزاری هستند و تعهد دارند که تا یک قطره خون در وجودشان باقی است از حریم کشور دفاع می کنند و به هیچ کس اجازه نمی دهند که امنیت مردم را بر هم بزند. پلیس حوزه دهم امنیتی زون 101 آسمایی کابل با تلاش‌های شبانه روزی توانستند که امنیت خوب را برای باشنده‌های این ناحیه فراهم بسازند و در مقابل هر گونه مسائلی که امنیت مردم را مختل می‌سازد مبارزه می‌کنند. سمونمل وحیدالله آمر حوزه دهم امنیتی پلیس می‌گوید که نیروهای پلیس حوزه دهم با افراز چک پوینت های ثابت و سیار و گزمه‌های دوامدار توانستند که جلو گشت و گذار افراد ولگرد، فروشندگان مواد مخدر، پاکاری شیشه‌های دودی وسایط و جمع آوری سلاح‌های غیر قانونی را بگیرد و دستاوردهای خوب در این بخش دارند. وی همکاری مردم با پلیس را یک امر جدی در مبارزه با هر گونه حراستگری دانسته گفت که خوشبختانه مردم در حوزه دهم با پلیس همکار هستند و این موفقیت پلیس از همکاری مردم این ناحیه است. ما در ساحات مختلف ناحیه دهم شهر کابل که حدود 4 چک پوینت میشه همیشه وقت به طور 24 ساعته در ساحات مختلف خصوصا نقاط حسی پذیر ما توظیف هستند و اینا وظیفه خود به طور 24 ساعته به خاطر تامین امنیت همشهریان عزیز ما ایفا میکنند. ما به خاطر بهبود امنیت و به خاطر از اینکه بتانیم وضعیت خوب امنیتی را در ساحه خود تامین بکنیم از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهیم نمود و همیشه وقت پلیستان خصوصا پلیس حوزه دهم امنیتی پلیس چی امنی و کشفی همگی به طور 24 ساعته در خدمتتان است. نیروهای امنیتی اینجا در خدمت مردم هستند، خدمت میکنن، زحمت میکشن، خداوند اجر بتشن. ما اینجا از سرک میدان تیر میشیم هر شب هستند، تلاشی میکنن. بسیار برخوردشون با مردم برخورد پیش آمد خوب است. ما تا 12 بجه شب یک بجه شب تیر شدیم، اینا در خدمت مردم بودن، محترم تلاشی کردن، پرسان میکنن از کجا آمدین کجا میرین. دیگه به نظر من بسیار کار خوب است، از بسیار جرم و از بسیار جنایات جلوگیری میکنن این کار. ما تلاش میکنیم تا که از هر نوع امکانات خود استفاده میکنیم تا که به مردم خود آرامش و زمینه زندگی خوب و مرفه داشته باشه. ما خوش هستیم، مردم که خوش باشه ما خوش هستیم، ولی هرچی که ما تب و تلاش کنیم تا که مردم ما در آرام زندگی نداشته باشه ما هم طبعا آرام نیستیم. د خلکو ته وایم چې پولیس سره باید موږ ډېر ښه اخلاق وکړو. دې د موږ په خاطر ولاړ دی که هر رنګه موږ افغانان یو باید موږ په خپله په منځ کې سره اتفاق ولرو نو دا ملک به کامیابیږي. ما از عسکرای خود بسیار خوش هستیم، بسیار شب و روز خدمت میکنه در مقابل همین ملت ما و شما به غریب بیچاره کمک میکنن و یک حادثه که میرسه در وقت واده میرسن ما از پیششان بسیار خوش هستیم.